همونطور که میدونید خودروهای متعددی به سفارش یا به عنوان هدیه به خاندان سلطنتی ایران داده شد. خب شروع میکنیم با اولین ماشین یا مازراتی 5000 GT ملقب به شاه پارس. این خودرو با همکاری کارخانه مازراتی و کارزار یا تورینگ ایتالیا اگر اشتباه نکنم و با ایده محمد رضا شاه پهلوی طراحی و ساخته شد. دومین ماشین یا بوگاتی تیپ S57 این خودرو توسط دولت فرانسه به محمد رضا پهلوی به عنوان هدیه ازدواج داده شد. رویز رویس فانتوم 4 سومین ماشین. این خودرو هم یکی از خودروهای لوکس و تشریفاتی بود که در اختیار خاندان پهلوی بود و با چهارمین ماشین که مرسدس بنز جی کلاسه. این ماشین به سفارش شاه برای ارتش ایران ساخته شد که توی یک شورت کوتاه توی چنلم براتون به طور کلی توضیح دادم. میریم سراغ پنجمین ماشین یا پاپ موبیل که اگر این ویدیو به 100 تا لایک برسه براتون این ویدیوشو میذارم. اگه خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.